مارا خانم مدیر اگه پسری جلوی در پانسیون ببینه کتک میزنه. ببین پنجره اتاقش اونجاست، ممکنه ببینه. زنی که احمق میگه ما نباید عاشق بشیم، ممنوعه. اینو میدی به جمره؟ جمره؟ تو مگه از ایلول خوشت نمی اومد؟ جمره فقط دوستمه. پس باشه. ممنونم. اینو دوستشون سابقت داد. سرکان. آخرین یادگاری مادرت. الان همه چیز بدتر میشه. اون ما رو میکشه. ای کاش دخالت نمیکردی. ایلول عزیزم بیا بریم پیش پلیس. همه چیزو براشون تعریف کن. چیو براشون بگم؟ چطوری برم اونجا به همه بگم ناپدریم بهم تجاوز میکنه؟ خودم خجالت میکشم. چرا با من این کارو میکنی؟ چرا؟ باید قانعش کنی. باید با مادرش حرف بزنم. چطور دلشون اومده با یه بچه این کارو بکنه؟ اینا دیگه چجور آدمایی‌ان؟ باشه آروم باش. خیلی خوب. من همینجا منتظر میمونم. شاید شما دو نفر بین خودتون راحت‌تر صحبت کنین. آره حق با توه. باش. عصرتون بخیر. باید باهاتون حرف بزنم. البته اگر مشکلی نیست. همینجا بگی. چی شده؟ ایلول حالش خوبه؟ نه خیر اصلا خوب نیست. ناپدریش یعنی در واقع شوهر شما اذیتش میکنه. این بچه اصلا بهتون گفته که این بچه بلاهایی سرش آورده؟ این دختر چرا همش دروغ میگه؟
شوهر من همچین کاری نمیکنه. کمال مرد خوب و خانواده دوستیه. ایلولم مثل بچه خودش دوست داره. اون آدم امروز داشت ایلولو خفه میکرد. اگه نرسیده بودیم کشته بودتش. دروغه. این امکان نداره. کمال هیچ وقت ایلولو اذیت نمیکنه. لطفاً از اینجا بریم. آخه شما چه جور مادری هستین؟ میگم با چشمای خودم دیدم، چرا نمیفهمی؟ یعنی الان دارین درس مادری به من میدی؟ شما بچه داری؟ نه. ماشاءالله دستتونم که به دهنتون میرسه. هر وقت مثل من تو بیپولی و بدون شوهر بچه بزرگ کردین، اون وقت میفهمین که من چه جور مادریم. خانم محترم، ما بهتون کمک میکنیم، نگران نباشین. نمیذارم از نظر مالی سختی بکشین. داری بهم صدقه میدی؟ دیگه خسته شدم از بس که بدون شوهر و بدون چشیدن ذره محبت بچه بزرگ کردم. بهتون گفتم شوهرم همچین کاری نمیکنه. برین پی کارتون. کمال من این کارو نمیکنه. امکان نداره کاری کمال باشه. مگه من به تو نگفتم نرو بیرون؟ یا هممون یا هیچ کدوم دختر. فهمیدی یا نه؟ یکم آرومتر. صداتو ببر ببینم. اعصاب تو یکیو ندارم. بیا. بس اینقدر دهم استرس داری. بیا کتکم بزن خیالمو راحت کن. نه جیگرم، از این خبرا نیست. یه وقتی اون کشیده رو بهت میزنم که انتظارشو نداری. چقدر خوب. تو حداقل میدونی مامانت چه شکلیه. ولی میدونی منم همین روزا میفهمم. آخه هر روز با هم حرف میزنیم. راستی الان بیارم، شاید زنگ بزنه. بغلت کرده. معلومه خیلی دوست داشته. امروز تولدمه. اون عکس مال پارسال همین موقع است. تولدته؟ پس چرا بهمون نگفتی؟ میدونی من امروز بهترین هدیه تولدمو گرفتم. سرکان باعث شد. اون تنها پل باقی مونده بین زندگی حال و گذشته منه.